شما یا با نیکی زندگی کنید او تصریحون بی احسان، یا با نیکی با احسان جدا شوید. شیطان عرش خودش را بالای آب میگذارد. مردی که به خودش باوری کامل دارد زنش را با طلاق نمیترساند. آنهایی که امروز با حلاله مشغول هستند، رسول الله صلی الله علیه و سلم شما را 1400 سال قبل گفتند شما بوز کرایه هستید. یعنی الله میگوید من برای تو مال و ملک دادم، دنیا دادم، موافق همون تو بالای همسرانت نفقه کن. آنها را گوییم که حضرت داملا برای چی امروز شما در میدان دعوت نیستید؟ خب چنانی که گفتیم دوستان عزیز، آیا سه طلاقه روایت دارد یا ندارد؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه نوبتی سوال جواب شما را خوش آمدید میگوییم. الله سبحانه و تعالی در کجایی که باشید همیشه نگهبانتان باشد. انشاءالله برنامه سوال جواب را آغاز میکنیم و یکی از سوالهای خیلی مهم که درباره طلاق است، یک چند سوالها درباره طلاق آمدگی است. انشاءالله به این سوالها و همچنین بسیاری ها میپرسند که آیا سه طلاق روایت دارد ندارد. در جامعه ما امروز متاسفانه خیلی زیاد شده است. بسیاری ها میپرسند، انشاءالله به این جواب میگردانیم. و پیش از آنکه که به سوالها وارد شوم، یک چند نفرها بسیار مراتب می نویسند. به همین نوشته گفتنی هستم که یکی از آنها می نویسد که استاد عزیز، اگر میلیون ها بار تمام علماها گویند و میگویند گوش نمیکردگی گوش نمیکنند، این مردها هیچ اصلاح نمیشوند. و مانند همین بسیار غمخوارها زیاد هستند و ما چندین بارها می نویسند میگویند که این سخنها را الان هیچ کس گوش نمیکنند. برادر عزیز، وقتی ما آیات‌های قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را نظر میکنیم، الله سبحانه و تعالی برعکس گفته های شما ما را امر کرده است. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران چی میگوید؟ الله میفرماید ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. ما شما را امر کرده، الله گفته ایستاده است که باید ولتکن، باید باشد از شما یک گروه، یک امت باید باشد که به سوی نیکی، به سوی خیر دعوت کند مردم را، امر معروف و نهی از منکر بکند. و اولئک هم المفلحون، و در حقیقت انا همین نفرهایی که امر معروف و نهی از منکر میکنند، به سوی خیر دعوت میکنند، اینها رستگار هستند، انا همینها نجات یافتگان هستند. بنابراین ما هرگز ناامید نمیشویم. برعکس شخص داعی باید بر دعوتش استوار باشد و وظیفه ما دعوت کردن است. اما نتیجهش در دست الله است. الله ما را به نصیحت کردن، به امر معروف و نهی از منکر کردن الله امر کرده است. نتیجه را از ما الله هیچ وقت نمیپرسد نتیجهش چی شد، آیا گوش کردند و نکردند، آیا رسید یا نرسید، آیا تأثیر کرد و نکرد. این الکی وظیفه ما داعی ها نیست. دوستان عزیز، میدونم آنهایی که نوشتند شاید از غمخواری نوشتند، اما آن نفرهایی که چندین سالها طلب علم کردند، 10 سالها طلب علم کردند و امروز ساکتند، لطفاً به آنها ما باید غمخواری کنیم. آنها را گوییم که حضرت داملا برای چی امروز شما در میدان دعوت نیستید؟ برای چی امروز 10 ها بلکه 100 ها یا اگر مبالغه نشود هزارها نفر طالب علمانی که همراه ما بودند و طلب علم کردند، عمر جوانیشان را در راه طلب علم صرف کردند، آنها کجا شدند؟ برعکس امروز آنها ترک وظیفه کردند. متاسفانه امروز برعکس اگر ما این چیز را ترک کنیم، فساد جامعه در ترک همین چیز است. دشمنان امروز میخواهند ما ساکت باشیم. دشمنان میخواهند ما یک حرف برای خیر، برای دعوت در راه الله نزنیم. این را دشمن میخواهد. و همچنین ما هرگز ناامید نمیشویم. بنده مؤمن هرگز ناامید نمیشود و ناامیدی به قلب او در آمدنش، راه یافتنش، این الکی خطر دارد. صحابگان را ببینید. عمر رضی الله عنه خلیفه مؤمنین، اینقدر امیر المؤمنینی که امروز
ما فخر میکنیم با ایشون و دعا میکنیم که الله هر باری که نام ایشون رو میگیریم رضی الله عنه او رضی الله عنهم اجمعین، الله از همه آنها راضی باشد و از عمر ابن خطاب راضی باشد. میگفتن لو اسلم حمار ابن الخطاب ما اسلم ابن الخطاب. میگفتن صحابه ها پیش از اسلام عمر میگفتن خری ابن خطاب اگر ایمان بیارد مسلمان شود هم این عمر ابن خطاب مسلمان نمیشوند. میگفتن چقدر در عمر رضی الله عنه آنها شدت دیده بودند از عمر ابن خطاب. عمر رضی الله عنه کان شدیدا علی الاسلام و المسلمین، بر مسلمانان خیلی سختگیر بودند عمر رضی الله عنه. اما ببینید وقتی الله خواست، وقتی صحابه ها ناامید نشدند، دعوت کردند و پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا میکردند، دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم اجابت شد و عمر ابن الخطاب رضی الله عنه دومین صاحب پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد ابوبکر خلیفه و امیر المؤمنین رضی الله عنه. بنابراین دوستان عزیز، الله پاداش خیرتان دهد به غمخواری هایتان. ولی امروز ما باید از آن نفرهایی که کنج گرفتند، از آن نفرهایی که از دعوت وظیفه آنها دعوت است، بلکه وظیفه هر یک بنده مؤمن دعوت است. بلغوا عنی ولو آیه، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم هر یک بنده مؤمن را گفتند شما از من یک آیت یک حدیث باشد هم برسانید. وظیفه هر یکی ما امروز رسانیدن دعوت است. امروز ما از آن نفرهای کنج گرفته باید بترسیم و زیرا اینکه آنها در خطر هستند نعوذ بالله. خب دوستان عزیز، اکنون بیایید به سوالها وارد میشویم و چنانه که گفتیم سوالها درباره طلاق خیلی زیاد آمده است. یکی از خواهرها میپرسد السلام علیکم استاد، سوال مرا جواب دهید بهت ضرور است. وقتی شوهر گوید که اگر تلفن مرا گرفته گفتی جوابت دادگی، در حالی که پیش 2 بار نکاح کرده بودند، خواهش میکنم کمی فهمونید تا که به طلاق شرط نگذارند. بعد حکم همین خیلی مردها گپ زنین آیا در نکاح ضرر رسیده است؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همچنین سوال دومشون شوهر در حق مادر همسرش دشنام ها میدهد، گفتند الله هدایت کند. خب دوستان عزیز، این نمود طلاق را طلاق معلق میگویند. وقتی مرد به زنش میگوید اگر فلان کار را کردی طلاقت دادم، طلاق شده هستی یا تو طلاق هستی، اگر از خانه بیرون برآمدی، اگر از یا چنانه که گفتن تلفن رو گرفتی کافتی، اصلا طلاق معلق خوب نیست. این نوع طلاق خوب نیست، ولی حکمش طلاق معلق چنانه که جمهور علما گفتند بعد آنی که همون شرطش اجرا می شود، عقیب اجرا شدن شرط طلاق می شود. یعنی اگر زن همون کاری که گفت اگر همین کار را کردی تو طلاق هستی، چی می شود؟ طلاق واقع می شود. و در دوام سوالشان گفتند پیش 2 بار نکاح کرده بودند، یعنی اگر مقصد از این 2 نکاح کرده بودند یعنی از این پیش 2 مراتبه طلاق شده باشد و نکاح کرده باشند و این 3مین مراتبه باشد 3 طلاق شده است. اگر چنان شده باشد دیگر آنها بین هم دیگر حرام شدند، چنانه که الله میگوید فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، برای او دیگر حلال نیست تا آن دمی که اگر دیگر شوهر نکند زن و با آن مرد به نیت ازدواج، البته با نیت حلالانه، انشاءالله درباره حلاله هم بیان میکنیم، به نیت حلالانه و به نیت ازدواج میکند و اگر آنها سزا نگرفتند و جدا شدند و این مرد دوم شوهر دومش طلاق داد، سپس اگر خواهند آنها از نو نکاح کرده میتوانند. یعنی تا به یک دیگر مرد ازدواج نکند دیگر حلال نمیشود نعوذ بالله. و تهدید کردن یا ترسانیدن زن، حکم ترسانیدن زن با طلاق چنانه که در سوال آمده است از روی شریعت اسلام چی است؟ البته برای هر یک مرد این معلوم است که مردی که به خودش باوری کامل دارد زنش را با طلاق نمیترساند. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح خود فرمودند آیت المنافق، یکی از نشانه های منافق، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند
و اذا خاصم فجر، وقتی جنجال فاجر می شود، فاسق می شود. یعنی به زبانش هر گپی، هر سخن میگوید به زبانش میگیرد. به زبانش چی بیاید میگوید همون را. شخص منافق، یکی از صفتهای منافق چی است؟ همین بوده است. بنابراین مرد منافق یکی از صفتهایش وقتی جنجال بالای همسرش چیکار میکند؟ تهدید به طلاق میکند. و همچنین ما بسیار خوب میدونیم که طلاق یک کاری بازی نیست. طلاق چنانه که در حدیث صحیح آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن شیطان عرش خودش را بالای آب میگذارد. در اقیانوس، در حدیث صحیح آمده است، بالای اقیانوس میگذارد و شاگردانش را به هر طرف میفرستد. وقتی آنها میبیایند و برای او تقریر میسپرند، برای او حساب و کتاب میسپرند، یکی میگوید امروز من فلانی را وسوسه کردم دزدی کرد، میگوید کاری نکرده. امروز من فلانی را وسوسه کردم زنا کردم، کاری نکرده. و یکی از همون ابلیس چهام میگوید امروز من چی کار کردم؟ بین زن و شوهر جنجال انداختم، آنها جنگ کردند و بالاخره شوهر زنش را طلاق داد. بین زن و شوهر فراق، جداگی آفریدم من. میدونید چی کار میکنم؟ البته شنیده هستید، بسیار شنیدگی هستیم. ابلیس کلانی از بالای عرشش میخیزد و او را به جای خود مینشیناند. یا در روایت آمده است که او را به پیش خود دعوت میکند، میگوید خیلی کاری به به، خیلی کاری بزرگ را انجام داده. بنابراین دوستان عزیز، برادران گرامی، طلاق یک چیزی نباشد که در دست ما و شما همچون سلاح هر بار بالای همسران خود استفاده بریم. طلاق این قرار است. طلاق برای ما و شما در حالتهای فوق‌العاده، در حالتهایی که شریعت برای ما و شما گفته است که در این حالت برایت اجازت است که برای شما ای زن و شوهر شما جدا شوید، شما به قرار می‌بیایید. او تسریح به احسان، چنانه که الله می‌فرماید الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح به احسان. طلاق میگوید دو مراتبه است. طلاق رجعی، طلاقی که شوهر میتواند باز پس همراه همسرش باز یکتا شوند، دو مراتبه است. فامساک بمعروف میگوید پس از آن شما یا با نیکی زندگی کنید او تسریح به احسان، یا با نیکی با احسان جدا شوید. جوابش را دهید. یعنی طلاق دادن یا جوابش را دادن با نیکی می شود، به احسان. آیا شما امروز در جامعه دیده اید که طلاق با احسان باشد؟ الله گفت او تسریح به احسان، یا جوابش را دهید با احسان، با نیکی. حتی در بالای طلاق، در وزنین ترین حالت ها، در وقت جدایی انسان باید احسان، نیکی را، نیکی بین همدیگر، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود فرمودند. پیامبر میگویند این فرجی که، یعنی این کاری که حرام بود، با سخن الله، با شریعت الله، با نکاحی که امروز برای مردان الله حلال گردانیده است، با کلمت الله شما او را برای خود حلال کردید، با نکاح با رضایت طرفین حلال کردید. حرام بود. چگونه پس بعد آنی که در یک بالیش، در یک بالین سر میگذاره میخیزید؟ وقتی جداگی دین ما و شما به چنین کارها امر نکرده است. حتی در وقت جداگی احسان را باید ما چیکار کنیم؟ رعایت کنیم. خب میگذاریم به سوال دیگر. یکی از خواهرها میپرسد که در جای شنیده بودم اگر مرد خانواده‌اش را تأمین نکرد، زن حق طلاق پرسیدن را دارد. البته نفقه کردن بالای شوهر واجب است. هر یک شوهر باید چیکار کند؟ بالای اهل عائله‌اش، فرزندانش، همسرش نفقه کند. خانه استقامتی است و سر و لباس است و طعام هر روزهشان است. با قدر توانی شوهر باید چیکار کند؟ آنها را تأمین کند. چنانه که الله میفرماید لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. الله میگوید هر شخصی دارا از آن چیزی که الله برایش داده است موافق همون بر زنش، بر اهل و عائله‌اش نفقه کند. شخصی دارا
یعنی الله میگوید من برای تو مال و ملک دادم، دنیا دادم، موافق همون تو بالای همسرانت نفقه کن، بالای فرزندانت نفقه کن. و من قدر علیه رزقه، اما آن نفری که در رزقش کمی تنگی آمده است، آن نفری که کم بضاعت است و کم بغل است، در اقتصادی مشکلی دارد، آن را هم الله چی گفت؟ فلیونفق مما آتاه الله، از آن چیزی که الله داده است موافق تواناییش، مادام کم بغل هستی لااقل با موافق همون کم بغلی باید چیکار کند؟ شوهر نفقه کند، خواه بای باشد، بای موافق توانایی خودش، و آن نفری که دارا نیست و آن نفری که کم بغل است او هم موافق توانایی خودش. الله میگوید مما آتاه الله، از آن چیزی که من برای شما مردان دادم، من برای شما دادم، شما بالای همسرانتون نفقه کنید. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، لیکن الله از توانایی ما، از آن چیزی که من دادم از آن زیادتر من شما را امر نمی کنم. آن چیزی که دادم از همون طلب کرده ایستادم که بالای همسران خود چیکار کنید؟ نفقه کنید. خوب، اکنون به سوال می درویم، سوال آیا جایز است یا جایز نیست؟ البته بسیاری از علما گفتند که اگر مرد دارا باشد و نفقه نکند، قاضی حق دارد که وقتی زن شکایت میکند، قاضی حق دارد که یک چند مهلت برایش دهد که تا اینکه او نفقه کند. اگر نفقه نکرد سپس قاضی حق دارد که بین آنها جداگی کند. اما مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند با سبب نفقه کردن نتوانستن شوهر، قاضی نمیتواند بین آنها جداگی کند، قاضی نمیتواند طلاق زن را قبول کند و بین آنها طلاق و جداگی را حکم کند. بنابراین میگوییم که خواهر عزیز، اگر شما چقدر میتوانید صبر کنید، چقدر میتوانید صبر کنید و با شوهر خود صحبت کنید. و به مردانم، به شوهرانم میگوییم که شما وظیفه دار هستید، بالای همسران خود باید نفقه کنید. اگر نشد، اگر شما خیلی گرسنه ماندید، به یک حدی که گرسنگی شما را از بین نمیبرد، بالای شما نفقه نکرد، به حالتهای ضروری، به چیزهایی که شما نیاز دارید برای شما نفقه نکرد، در این حالت، در حالتی خیلی وزنین، البته شما حق دارید که بعد آنه که صبر کردید، بعد آنه که خیلی همراهش صحبت کردید، البته شما حق دارید که از او طلاق طلب کنید. شما در این حالت هیچ وقت گناهکار نمیشید. خب چنانه که گفتیم دوستان عزیز، آیا سه طلاق روایت دارد یا ندارد؟ امروز متاسفانه اصلا طلاق و مسئله همین جداگی باید از طریق اینترنت و از طریق تلفن و از طریق همین چیزها نباید باشد. اصلا وقتی پیش چیکار میکردن؟ به نزد قاضی میرفتن، زن و شوهر به قاضی مراجعت میکردن و مسئله خود رو قاضی از طرفین، از دو طرف، از شوهر هم گوش میکرد و از زن هم، همسرش هم گوش میکرد. سپس چیکار میکردن؟ هر دو طرف رو گوش کرده یک خلاصه، یک قرار، یک حکم میبروردن. اما متاسفانه امروز که قاضی نیست، مردم به کجا مراجعت کردنشان رو نمیدونند، گاه به مفتیات میروند، یا نفرهای هستند که خیلی نفرهای هستند که به همه فتواها باوری ندارند، زیرا اینکه فتواها خیلی زیاد است، همه حرفی میگوید. واقعا همین سخنها از دهان همون نفرهایی که به ما سوال میکنند میشنویم، ما میگویند داملای عزیز فتواها خیلی زیاد شده است و همه هر خیل فتوا میدهند، به کی باور کردنم رو نمیدونم. آیا موافق قرآن و سنت گفته ایستاده است یا موافق هوای و هوس نفس خودش، یا امروز متاسفانه این حقیقت است برادران عزیز. این رو پنهان کردن هم یگان یعنی حاجت به پنهان کردن نیست. متاسفانه امروز تجارت هم شده است. متاسفانه از برای کمی مبلغ شده از نو نکاح میکند یا روایتی میبیارد. الله هدایت کند. خلاصه میگوییم که این کار اصلا نزد، اگر همین کارها بین شما زن و شوهر اصلا که باید نشود، اصلا باید شما در امور طلاق سراسیمه نشوید، شتاب نکنید. ولی سه طلاق شد، دو طلاق شد، عموما یک مسئله طلاق بین شما آمد، شما به یک نفری که اهل علم است به نزد او زن و شوهر هر دو نفر رفته مراجعت کنید. آن اهل علم باید چیکار کند؟ هر دو طرف را گوش کند، سپس خلاصه برآورد. خوب،
اکنون دوستان عزیز بیایید در خود مسئله وارد شویم. این یک گفتنی بود، یک مقدمه بود پیش از آنکه ما به سوال شما جواب دهیم، تا هر کس نگوید که شما امروز آنلاین فتوا داده ایستاده اید، آنلاین در طلاق شما گپ زده ایستاده اید. تاکید میکنیم که شما زن و شوهر باید هر دو یک جایه وقتی همین کارها بین شما شد، بازم تاکیداً میگوییم یک نفری که اهل علم است، به علمش به تقواش باوری دارید، به نزد او رفته مراجعت کنید و آن نفر باید هر دوی شما را شنیده موافق قرآن و سنت و اجتهاد اهل علم علما به شما خلاصه برآورد و یک حکم الله و رسولش و اهل علم را برای شما بیان کند. خوب، اکنون به خود مسئله وارد میشویم. 3 طلاق 2 نمود میشود دوستان عزیز. یک نمودش 3 مراتبه تکرار مییابد همون کار، یعنی یک نفر همسرش را طلاق میگوید، یک طلاق رجعی، سپس آنها رجوع میکنند، سپس زندگی میکنند و بعد مدت باز طلاق حاصل میشود، چنانکه که الله گفته است الطلاق مرتان، طلاق 2 مراتبه است و بعد آن که رجوع کردن 2 مراتبه، فامساک بمعروف او تسریح باحسان، آنها یا با نیکی زندگی میکنند یا جدا میشوند. فان طلقها، اگر پس از 2 مراتبه باز 3م مراتبه بعد چند مدت باز طلاق دهد، طلاق 3م، فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، سپس الله گفته ایستاده است که حلال نیست برایش، حلال نمی شود، تمام، دیگر روایت نیست. وقتی 1 مراتبه شد الله برایت فرصت داد، سپس 2م مراتبه شد بعد مدت در مجلس دیگر، در 1 مراتبه نه این حادثه دیگر، سپس 3م حادثه علکه شد در 3م مجلس. این را با مجلس میگویند، البته مجلس به آن معنای نیست که مجلس تاجیکی، یعنی در 1 نشست، در 1 حالت، در 1 حالت طلاق داد، حالت 2م مراتبه شد، وقتی 3م مراتبه شد فلا تحل له، دیگر حلال نمی شود، حتی تنکح زوجا غیره، تا 1 مراتبه با مرد دیگر اگر ازدواج کند و الکی در این حالت نه هر مرد میتواند وقتی زنش جدا میشود و با مرد دیگر ازدواج میکند و از آن طلاق میشود و جدا میشود، نه هر مرد میتواند با او ازدواج کند. بنابراین شرطش همین است، دیگر حلال نمیشود. اما آنهایی که حلاله میکنند، یک کار زشت، یک کار حرام، یک گناه کبیره را امروز میکنند حلاله، یعنی با یک مرد یک نکاح موقتی میکنند، سپس اگر بعدی که 3 مراتبه طلاق شد نکاح موقتی میکنند، او طلاقش را میدهد، سپس با شوهرش از نو نکاح میکنند. این را پیامبر صلی الله علیه و سلم میدونید چی گفتند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که صحیح است پیامبر میگن الا اخبرکم بالتیس المستعار، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن آیا من خبر کنم که بوزی آریه شده، یک بوزی کرایه، بوزی که به اجاره اش میگیرند، به همون شما رو خبر کنم که است؟ صحابه میگن بله یا رسول الله. میگن همون نفری که حلاله میکند انا همون بوزی کرایه است. نعوذ بالله. آنهایی که امروز با حلاله مشغول هستند، رسول الله صلی الله علیه و سلم شما رو 1400 سال قبل گفتند شما بوزی کرایه هستید، التیس المستعار. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند لعن الله المحلل والمحلل له، الله لعنت کرده است آنی که حلاله میکند، همون مردی که حلاله میکند بوزی کرایه میشود و آن نفری که برایش همسرش رو کرایه کرده میشه. هر دو طرف رو، هر دو جانب رو چیکار کردن؟ الله لعنت کرده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردند، به لعنت گرفتار میشه. و این چیز یک خیلی یک کرداری، یک رفتاری پست هم هست که انسانی که در وجودش یک کم مردانگی هست هرگز برایش این کار زشت رو قبول ندارد. مرد حقیقی این کار را قبول نمی کند. زنش را ببرد تا اینکه او را نکاح کنند و با او همخوابگی کنند و نعوذ بالله علاقه جنسی کنند و سپس طلاق دهد
و بعد مدت عدتش گذشت نگذشت چیکار کنه؟ باز از نو به نکاح خود درآورد. کار خیلی زشت است. بر ضمن این الله او را لعنت کرده است. بر ضمن این پیامبر صلی الله علیه و سلم او را چی گفتن؟ بز کرایه است. البته ما و شما میدونیم آنهایی که بز دارند، آنهایی که امروز مثلا گاو دارند یا مال دارند، یک بقره را میبیارن یا یک بز را، پیامبر صلی الله علیه و سلم بز گفتن، یک بز را میبیارن، چیکار میکنن؟ به همون مادهشون، بز ماده کرایه میکنن، بز نر را. آنها را پیامبر صلی الله علیه و سلم با همینها چیکار کردن؟ تشبیه کردن. نعوذ بالله. بنابراین الله حق سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که الله هدایتشون کند و الله حق سبحانه و تعالی برای ما و شما مردانگی عطا کند و پیش از آنی که ما و شما به این کارهای زشت دست میزنیم یک کمی عقل دهد الله سبحانه و تعالی که کمی تفکر کنیم به این کارها. خب گفتیم نکاح سه طلاقه دو نوع می شود. الان در جای ما همین نوع دویومش که حاضر بیان میکنیم خیلی رواج یافته است. یعنی سه طلاق دادن در یک مجلس یا سه طلاقه با یک لفظ، میگوید سه طلاقت کردن. الله حق سبحانه و تعالی برای تو یک بار، دو بار شانس داد برای تو، یعنی این سه حالت است. ولی امروز مردان سراسیمه میشوند و همه شانس هایی که در دست دارن آنها رو یک و یک بار استفاده میبرد و با یک لفظ میگوید من تو رو سه طلاق کردم. آیا این روایت دارد؟ البته در این اختلاف هست. جمهور علما، امام ابو حنیفه، امام مالک و امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، جمهور علما میگویند این هم به مانند یکم حالت است. یعنی وقتی مرد میگوید با یک لفظ سه طلاقت کردم، میگوید سه طلاق واقع میشود و دیگر برای او زنش حلال نیست، میگویند جایز نیست، تمام بینونه کبرا واقع میشود. اما بعضی از اهل علم از بعضی صحابه ها همچنین روایتی هست که اگر با یک لفظ طلاق دهد، سه طلاق گوید، یک طلاق میفراید. و همچنین در حدیثی که امام مسلم رحمت الله علیه روایت کردند، حدیث صحیح است، میگویند از عبدالله ابن عباس روایت شده است كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر ابن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ترجمه این حدیث چی است دوستان عزیز؟ ترجمهش چنین است که طلاق در وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین در وقت ابوبکر صدیق، بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم در خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و همچنین 2 سال از خلافت عمر ابن خطاب سه طلاقه یک طلاق حسابیده میشد. حدیث صحیح است. عبدالله ابن عباس روایت کردند وقتی با یک لفظ سه طلاق میگفت یک طلاق حساب میشد. و بعد از 2 سال خلافت عمر رضی الله عنه فقال عمر ان الناس قد استعجلوا، مردم بسیار سراسیمه میشدند، مردم بسیار در همین کاری که سه طلاقه است در مردم دیگر پهن شد و مردم چیکار میکردند؟ سه طلاق. عمر رضی الله عنه صحابه ها رو جمع کردند و با صحابه ها مشورت کردند، گفتند که فلو امضیناه علیهم فامضاه علیهم، گفتند بیایید همین وقت سه طلاقه میگوید در وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم یک طلاق حساب میشد، بیایید ما همین رو گفتند سه طلاق حساب میکنیم. سپس عمر با مشورت صحابگان این را چیکار کردند؟ یک طلاق حساب میشد، سه طلاق کردند. بنابراین دوستان عزیز از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است و همچنین از طاووس ابن کیسان رحمت الله علیه و همچنین از محمد ابن اسحاق، از یک چند دانشمندان و همچنین شیخ الاسلام ابن تیمیه و شاگردشان ابن القیم گفتند وقتی اگر با یک لفظ سه طلاق گوید یک طلاق می شود، یا در یک مجلس اگر سه طلاق گوید یک طلاق حساب می شود و بین آنها پر جداگی کرده نمی شود. مرد می تواند چیکار کند؟
باز رجوع کند و بین آنها زن و شوهری ادامه یابد. و همچنین یکی از دلیل‌هایشان در وقت حج انسان باید 7 مراتبه به شیطان سنگ پرتاید در جمرات. آجه ها این را میدونند. میگویند که آیا یک نفر 7 سنگ را گیرد در یک مراتبه 7 سنگ را پرتاید جایز می شود؟ البته جایز نمی شود. بنابراین هر یکی را باید حاجی چیکار کند؟ علاهیده چیکار کند؟ پرتاید. و مسلمان هم همچنین الله حق سبحانه و تعالی برایش 3 مراتبه یا 2 مراتبه الله چیکار کند؟ بنابراین الله حق سبحانه و تعالی برای بنده مؤمن هم 2 مراتبه شانس داده است. برای چی انسان سراسیمه شده با یک لفظ 3 طلاق کردم، یا بعضی نفرها 70 طلاق کردم، 1000 طلاق کردم. با یک لفظ میگوید من میلیون طلاق کردم. نعوذ بالله. الله حق سبحانه و تعالی برایت شانس داده است. الله میگوید الطلاق مرتان، 2 مراتبه من برای تو فرصت میدیم. برای چی تو این فرصتی که الله برایت داده است در یک بار چیکار میکنی؟ همش رو استفاده میبری. بنابراین دوستان عزیز، اگر بازم تاکید میکنیم در بین شما جنجال شد و طلاق شد، خواه 1 طلاق باشد، خواه 2 طلاق باشد، خواه 3 طلاق باشد، شما به یک نزد اهل علم روید، زن و شوهر همش را گفته دهید، از شما شنود، از مرد، از زن بشنود. سپس اهل علم موافق آیات های قرآن کریم و موافق حدیث های پیامبر صلی الله علیه وسلم و گفته های اهل علم به یک قرار میبیارند و حکم را میبرند، زیرا اینکه هر یک حالت حکم خودش را دارد. یک زن و شوهر را به یک زن و شوهر دیگر قیاس کردن یا یک مسئله را به مسئله دیگر قیاس کردن این درست نیست. الله حق سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که امروز طلاق در جامعه ما کم شود، یک دیگر فهمی زیاد شود، مهر و محبت بین زن و شوهر زیاد شود. الله حق سبحانه و تعالی عائله های ما و شما را عائله های ایمانی، عائله هایی که زیر سایه قرآن تعلیمات الله حق سبحانه و تعالی و تعلیمات رسولش زندگی به سر بردن مشرف گرداند. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.